جانم. سلام. سلام حسین. جانم مادر. سلام. مرسی. مامان چی؟ کی خونم؟ نه حسین. بابا آروین. آروین نشون. چلو میرون مامان منو زد. چطور مامان چی؟ این خونه حرمت نداره؟ من مادر نیستم توی خونه؟ مامان چرا به من دروغ گفتی؟ یه دقیقه وایسا جانم وایسا. خب بیا من بریم. نمیام. بیا بیا سیرین برای من 100 تا پیام اومد. حسین دختر آورده. پیتزاشو حسین دختر آورده. پیتزاشو باید بخوره. حسین پیتزاشو بخوره. پیتزا بخوره. لالا کنم. پیتزا. همه تو پاره میکنم حسین. یه دقیقه صبر کن. حسین با هم زندگی نمی کنیم دیگه. یه دقیقه صبر کن. بذار من بیام ببینم چه خبره. بذار تو لایف ببینم چه خبره. نه یه دقیقه جون من وایسا. من برات همه رو توضیح میدم. چه توضیح؟ این چیزه وایسا دقیقه. حسین آقا ایشون روانشناسه. واقعا میگم. پسره؟ نه خب اونجوری چرا به گفتم من راست نگفتی؟ که دیر بیان خونه. برای چی باید دیر بیان خونه؟ بابا خب میگفتم عصبانی میشید.